واو! عکسای اسبای مختلف توی پیجا رو می‌بینی اما نمی‌دونی از چه نژادی هستن. با من همراه شو تا معروف‌ترین نژادهای اسب رو بهتون معرفی کنم. ایزی برام کامنت بذار که دوست داری چه نژاد اسبی رو برات معرفی کنم. این اسب زیبا که می‌بینید شبیه یک تندیس طلاییه که لقب اسب طلایی رو توی دنیا به خودش اختصاص داده. این اسب از نژاد آخالتکه هست و خاستگاه این اسب کشور ترکمنستانه. بیش از 3000 سال قدمت داره. اسب آخالتکه از نژاد بسیار مهم اسب عرب و تروبرده. حالا دلیل انتخاب اسم آخالتکه برای این اسب چیه؟ دلیلش اینه که قبیله تکه توی کویر آخال این اسب رو پرورش میدادن. بیشتر معروفیت این اسب به خاطر درخشش خاص موهاشه. دلیل این درخشش ساختار میکروسکوپی موهاشه که در مقابل نور تلألؤ خیره کننده از خودش داره. رنگ‌های بسیار زیبایی داره. رنگ کرم، خاکستری، شاه بلوطی، سیاه براق و طلایی که معروف ترین میشه. از لحاظ استقامتی این اسب استقامت بسیار بالایی داره. توی مسابقات استقامت رکوردهای بسیار خیره کننده ای از خودش ثبت کرده و توی مسابقات پرش و درساژ هم خوب عمل کرده. از لحاظ ویژگی‌های بدنی بدن باریک و عضلانی داره. دست و پای کشیده‌ای داره. گوش‌های بلند و باریک، پوست نازک، موهای براق و استخوان‌های ظریف اما مقاوم. این اسب بیشتر شبیه یه تندیس زنده است تا اسب واقعی. توی منابع تاریخی اومده که اسب افسانه‌ای اسکندر مقدونی بوکیفالوس از نژاد آخالتکه بوده. این اسب گرونترین اسب دنیا و قیمتش بین 10,000 تا 100,000 دلار متغیره. توی بعضی گزارش‌ها اومده اسب آخالتکه از نژاد خاص با خلوص خیلی عالی تا 2.5 میلیون دلار و یا حتی بیشتر هم خرید و فروش شده. این اسب تحمل شرایط سخت و بی‌آبی و گرما رو داره و برای مسابقات استقامت فوق‌العاده درخشان عمل کرده. اسب بسیار کمیابی هست و کلاً 6,000 نسل از این اسب توی دنیا وجود داره. وزنش بین 420 تا 500 کیلوگرم متغیره. قد این اسب 150 تا 160. از لحاظ ویژگی‌های رفتاری باهوش و حساس، تک سوار، رابطه بسیار عمیقی با سوارکار ایجاد میکنه، مستقل و کمی مغروره و سرعت و استقامت خیلی بالایی داره.